دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در جاده رودسر به رحیم آباد. امروز یک شنبه 27 آبان ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. شهر رودسر مرکز شهرستان رودسره که بخش‌های رحیم آباد، کلاچای، چابکسر جزئی از این شهرستان محسوب میشن. امروز قصد داریم بلاگ از رانندگی از شهر زیبای رودسر به شهر رحیم آباد داشته باشیم. رحیم آباد هم که به مرکز گلگاو زبان و فندق ایران معروفه و منطقه زیبای اشکورات هم جزئی از این بخش محسوب میشه. فاصله بین شهر رودسر و رحیم آباد حدود 16 کیلومتره. رحیم آباد در همسایگی شهرهای رودسر، املش و کلاچای قرار داره. قبلا ولاگ‌های از گردش در این شهر زیبا مثل گردش در منطقه زیبای سفیدآب، گردش در دوشنبه بازار، رانندگی از شهر کلاچای به رحیم آباد و همچنین از رحیم آباد به املش رو قبلا در کانال قرار دادیم که همه آنها در پلیلیست مربوط به شهرستان رودسر کانال قرار داره. و اما شهرستان رودسر که قبلا با نام هوسمون رو میشناختن، در 72 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رش و در همسایگی شهرهای لنگرود، املش و کلاچای قرار داره. این شهر جزو شهرهای ساحلی استان گیلان هم هست. چای، برنج، مرکبات، فندق، گلگازبان و انواع داروهای گیاهی از محصولات جذاب این شهرستان محسوب میشن. از مناطق دیدنی اون میشه به ییلاقات زیبا، ساحل جذاب و دوست داشتنی، آبشار میلاش، پل خشتی تیمیجان، منطقه زیبای قلعه گردن و بسیاری از جاهای دیگه اشاره کرد. ولاگ های زیادی از این شهرستان در کانال ما موجوده. اگر شما هم مثل ما به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. همچنین در کانال آشپزی ما هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در محیط روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک کانال آشپزیمون رو در قسمت توضیحات ویدیو براتون قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.